بازی نهایی برای دریافت جام مردیکا 2023 بین منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و مالایزیا برگزار گردید. دیدار مذکور در ورزشگاه ملی بوکبوکی جلیلی کوالالامپور دایر شده با حساب 2-0 به سود شاگردان پیتر شگرد به انجام رسید. باید بگوییم که مسابقه برای دریافت جام مردیکا مراتبه 42 است گذرانده می شود و همکنون این نوبت تاجیکستان این جایزه را بالای سر برداشت. در قسمت اول واخوری فوتبالبازان تاجیک بارها امکانات کشادن حساب را داشتند و نهایتا در دقیقه 44 حملگر جوان تیم ملی رستم سویروف بعد از یک ضربه به کنج پایانی دروازه گل به ثمر رسانید و همین گونه تاجیکستان در این واخوری مهم به پیش برآمد. در دقیقه های ایلوگی قسمت اول واخوری منتخب مالایزیا امکان خوبی زدن گل جوابی را داشت، ولی دروازه‌بان یکچینیما بهتر و خوبتر هنرنمایی کرده وضعیت مشکل را در نزد دروازه خود برطرف کرد و همین گونه قسمت اول واخوری بین منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و مالایزیا با یک گل بی‌جواب به انجام رسید. در نیمه دوم رقابت تلاش‌های فوتبالبازان تیم ملی مالایزیا بیشتر شد، زیرا آنها می‌خواستند حساب را برابر بکنند. همزمان شاگردان پیتر شگرد نیز از یک چند هجوم‌های جوابی استفاده کرده امکان خوبی گلزنی را داشتند، ولی چنین حالت‌های خوبی گلزنی را ثمرناک استفاده برده نتوانستند. 2 دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی واخوری شهرام سمیوف که در قسمت دوم واخوری به میدان برآورده شد توانست مراتبه دوم با ضربه خود خط دروازه یکچین مالایزیا را رخنه بسازد و همین طور حساب را تغییر بدهد. در نهایت منتخب تاجیکستان برنده جام مردیک در سال 2023 گردید. گل‌های به ثمر رسانیده رستم سویروف و شهرام سمیوف تاجیکستان را در این واخوری نهایی برنده جام گردانید. ارزمان داشته که دوبار بالا می شود و منتخب تاجیکستان در مسابقه مردیک قهرمان می شود. پس از انجام بازی فینالی در وضعیت تنتنوی به هیئت منتخب تاجیکستان و ستاد مربیان مدال و افتخارنامه و جایزه اساسی این مسابقه تقدیم کرده شد. بازم دسته ما توانست در یک مسابقه دیگر بین المللی جام را بالا بردارد. کل مخلصان فوتبال میهن را با این غلبه تاریخی تبریک و تهنیت میگوییم. در مسابقه مردیک منتخب تاجیکستان قهرمان می شود. اکنون با منتخب تاجیکستان ما بردباری در بازی در پیش بوده تمنا داریم که بازی انتخابی جام جهان خواهند بود. از ماه نوامبر آغاز می شوند و در ماه ژانویه باشد البته مرحله فینالی چمپیونات آسیا. قهرمان ها چمپیون